من شریف آیوسو خواننده صنف 8 خواننده صنف 8 مکتب رقم 19 ناحیه مومن‌آباد میباشم. این اسباب ساخته من تخم تازه کنک میباشد که من توسط این کار مردم را آسان میکنم. این اساساً از نیروی آفتاب قوه میگیرد و وقتی که وی شبانه نیروی آفتاب نیست میتواند به اکومولاتورها آنها را پیوست کند و میتواند به اکومولاتور قوه خود را رساند. همین خیل اکومولاتور در شبانه میتواند در اینجا به این قوه داده این را به کار درآورد. همین خیل در اینجا تسمه های ترانسپورتیور وجود دارند که با یاری چرخ های دندانه‌دار آنها به بالا برداشته آن را به دول میریزند و وقتی که آن به دول ریخت در اینجا شمالدیک وی را خیلی تازه میکند و کاری غلبال را آسان میکند. در اینجا وقتی که در غلبال میریزد چرخ های دندانه‌دار به او یاری میرسانند. باز در اینجا میتواند پنل آفتابی که به آنها خدمت رساند وقتی که وی را در بلندی نصب میکنیم از قوه آفتاب نیرو میگیرد و میتواند که به همین اسباب ما کار خود را رساند. همین خیل اسباب ما کاری آدمان را خیلی آسان میکند. طرز کارش رو با اون نشون دید که چی بود؟ همین خیل وی رو میریزد در درونی. هم ترانسپورتور تحت کدام کجا ایستادگیه؟ تحت کدام کجا قرار دارم ترانسپورتور؟ وقتی که وی با بالا حرکت میکند با دول آن رو میریزند و در اینجا الان با کار کردن در کار همون چیز ترانسپورتور ده که اون نوع تحت کنجی خردتر بوده خردتر باشه که همون خوبتر با دول بریزده. فهمیدی؟ از بسیار خیلی چیز است راست ایستادگیه. از همیشه فونکسیای کارش قدر پستر کردن در کار که همون سمرانوکی همون کارت خوبتر و بهتر شده. بله. من شوره امینجان خواننده صنف 11 به مکتب تحصیلات میانه رقم 5 شهر کوه همراه دوگانه هایم مونیسه رحمت الله و شایسکندر و مهینه یک جای شده با هم کمک استادمان چنین اسباب ساختیم که برای رشد تاجیکستان ما از فایده بیرون نیست. همه این سیاست پیشگیرانه پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی امام علی رحمان میباشد که همیشه تاکید مینماید همیشه در پیام های خودش این را تاکید مینماید و این اسباب اختراع نموده ما که این سال 2019 تا سال 2020 رشد سیاحی و هنرهای مردم اینچنین دهات می باشد برای دهه‌های دوردست که از نبودن برق و همچنان آب تنقیص میکشند. این اسباب ما هم میتوانیم در دهه‌های دوردست ساخته هم با آنها برق زیاد و هم اینچنین آبی را که برق استحصال مینماید باز آنها برگردانند و آن را میتوانند در خواجگی‌های خود باز از طریق نو استفاده برند. اسباب اختراع نموده ما از پرتوهای استفاده برده شدند که استفاده برده این اسباب را ساختیم. اسباب ما از تنه‌های بارد میباشند و دسته ماشینه چرخه‌های ماشینه آتیری آس مرکزی چرخ ولاسیپدی کودکان و پره‌های بارد میباشند که آنها را به همدیگر پیوست کرده. در اینجا یک لامپاچکه های 1.5 ولت را پیوست نموده با برابر چرخ زدن این چرخ یگانه لامپچکه ها گریان می شود. در اینجا سیم ها را به لامپچکه ها پیوست نموده ایم که در وقت گنراتور ها به کار در آمدن لامپچکه ها گریان می شوند. وقتی که از یگان نوع بلندی یا که شرشره آب اگر جاری شود اسباب ما به تاب دادن دسته خودش چرخ می زند و یک اهالی را می تواند که اهالی یک دهه را با برق تامین نماید. شاگرد همین اسبابی که شما ساخته در ناحیه مومن‌آباد شروبات برای آبیاری کردن همان جایهایی که مشکل است آب بردن در بلندی است از قسمت پایانی آب را توسط همین پرهایی که شما آماده کرده توسط همین پرها با آبیاری تامین میکنند و اینچنین هم قوه برق هم استحصال میکنند. این اسبابی که شما ساخته از آنها چی فرقی داره؟ میتواند اهالی رو در بسیاری دهها هستند که آب هستند ولی نیروی برق ندارند از نیروی برق تنقیصی میکشند. اسبابی بعضا هستند که در آنها قوطی ها نیستند. این قوطی ها میتوانند آبی رو که چرخ زده برق استحصال میکنند این آب رو باز برگردانند و آبی برگردانده رو میتوانند در خواجگی ها باز به کلیه استفاده برند.
یعنی که دو عیناً فункცია داره وظیفه‌ای یعنی که دو همون فункცია رو اجرا میکنه در یک جایگی. تویی که ولی هم کار- تصویر موجوده را تکرار کردین هم ای خیلی. شاخه تکمیل دادن در کارو یک کار کردن در کار که برتریت حاصل شود بله. یگون چیزی نوآوری یگون چیز دیگرگونی در همین چیز شما اسباب ساخته شما این موجود لایحه ما این چنین برای خودش شناسنامه تکنیکی نیست داره. آفرین نه است موفقیت. برای شما موفقیت